إله العالم قاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. با عرض سلام و ادب و احترام محضر شما حضار گرانقدر و عزیزانی که از طریق فضای مجازی صدا و تصویر ما را دریافت میکنند، بعد از آن که یک وقفه نسبتاً طولانی برای مباحثه ما اتفاق افتاد، به این وقفه هم برای کارهای ارزشمندی مثل تبلیغ محرم و سفر بوده است، ضمن آرزوی قبولی اعمال همه شما عزیزان در پیشگاه ربوبیت و با توسل به ظل توجهات حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا مباحثمون رو شروع میکنیم. اگر یاد دوستان باشه عرض کردیم مباحث مربوط به اجتهاد و تقلید رو ما در دو بخش پی میگیریم. بخش اول مباحث مربوط به اجتهاد و بخش دوم مباحث مربوط به تقلید. و همون جلسه اولم عرض کردیم که مباحث مربوط به اجتهاد رو در چند فصل و در چند مقام پی میگیریم تا مباحث مربوط به اجتهاد کاملا تبیین میشه. مقام اول اگر یاد دوستان باشه تعریف اجتهاد بود که اجتهاد چیست و مجتهد کیست. بعد از نقل اقوال و تعاریف مختلف نظر قاصر ما به این رسیده بود که اجتهاد یک ملکه هست، توانمندی است که فقیه پیدا می کند که با مراجعه به منابع احکام شرعیه بتواند حکم شرعی رو استنباط بکند. ما اجتهاد رو ملکه میدونستیم، نه استفراغ الوسط که فعل فقیه هست. بله، کار فقیه اجتهاد نیست. اجتهاد ملکه هست، اون توانمندی است که در مجتهد وجود دارد. تفصیلش و دلیلش تو اون جلسات گذشت. مرحله دوم و مقام دوم از بحث اگه یادتون باشه تقسیم اجتهاد بوده که ما اجتهاد رو تقسیم کردیم به اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی. البته اجتهاد تقسیم های مختلفی داره، مثلا اجتهاد نظری، اجتهاد عملی و تقسیم های دیگر، اما اونی که مربوط به بحث ما میشه همین دو تقسیمه، اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی. اما محور سوم که انشاءالله از امروز میخواهیم شروع بکنیم، المقام الثالث فی معدات الاجتهاد. مقام سوم در رابطه با اون علوم و دانشی است که اجتهاد متوقف بر اون علوم و دانش می باشد. لذا تعبیر کردیم به معدات.
یعنی مقدمات اجتهاد، یا تعبیر علمی‌تر اگر بخوایم عرض بکنیم و دوستان بخوان یادداشت کنن، تعبیر اینه: الامر الثالث فیما یتوقف علیه الاجتهاد. الامر الثالث فیما یتوقف علیه الاجتهاد. امر سوم در رابطه با اون دانش‌هایی است که یتوقف علیه الاجتهاد، که امر اجتهاد متوقف بر اون دانش‌ها می باشد. چند امر مقدماتی رو من ذکر می کنم پیش از این که این دانش‌های مقدماتی رو ذکر بکنیم و اطرافشون بحث بشه. نکته اول و امر اول این است که کار فقیه استنباط احکام شرعیه است. حال چه احکام تکلیفیه؟ یعنی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. و چه احکام وضعیه مثل صحت و بطلان است. اما سوال این است که این احکام شرعیه که محصول و نتیجه کار فقیه هست، معلول چیه؟ بله؟ استنباط احکام شرعیه محلول اجتهاد است. یعنی تا اون ملکه استنباط نباشد، این محصول یعنی احکام شرعیه به دست نمیاد. لذا از کسی که ملکه اجتهاد رو ندارد، ولو سالیان سال در حوزه های علمی هم باشد، شما از او انتظار استنباط حکم شرعی رو ندارد. بله؟ خیلی از اینها فقط ناقل احکام شرعی هستند، اما مستنبط احکام شرعی نیستند. پس احکام شرعیه معلول و نتیجه چیه؟ اجتهاد است که همون ملکه است. سوال مهم این است که آیا این اجتهاد و ملکه هم معلول چیزی هست یا خیر؟ پاسخ این است که این اجتهاد و ملکه یک شبه و یک روزه برای شخص فقیه حاصل نمی شود. آیا منظور چرا؟ چون ملکه یک امر اکتسابیه. بله، یک امر اکتسابیه، تفضلی نیست. بله، لعل شاید برای خدمت نادری از افراد یک چیزی اتفاق بیفتد، اما قاعدتاً و عرفاً بله ملکه امر اکتسابیه. خب اگر اجتهاد که همون ملکه است یه امر اکتسابی است، میگیم این اجتهاد و ملکه معلول چیست؟ پاسخ: این اجتهاد و ملکه معلول و محصول یک سری دانش‌ها و علوم است که از اون دانش‌ها و علوم تعبیر می‌کنیم به معدات بفرمایید اجتهاد. به این از کلمه معدات
همین مسئله استفاده می شود که اجتهاد ملکه امور اکتسابی هستند، بله امر تفضلی نیست. وقتی شما میگی معدات الاجتهاد یعنی دانشهایی که میخوان اجتهاد را به وجود بیارن، فراهم بکنن. اگر شخص فقیه از این علوم و معدات به نحو درست برخوردار نباشد، این ملکه استنباط در او به وجود نمیاد. پس باید اون علوم و دانشها رو آموخته باشد که محصول و نتیجه اون علوم بشه ملکه استنباط حکم شرعی. این نکته اول. پس نکته اول احکام شرعیه، بفرمایید، محصول و معلول چیه؟ اجتهاد هست. اجتهاد هم معلول معدات است، مقدمات است که از اون مقدمات و معدات تعبیر میشه در همون ابتدای بس ما یتوقف علیه اجتهاد، یعنی دانشهایی که متوقف است بر اون دانشها اجتهاد. این نکته اول. نکته دومی که میخوام عرض بکنم به عنوان مقدمه، جایگاه و اهمیت این علوم و دانش هاست. این معدات و دانش ها از چه جایگاهی برخوردار می باشد؟ از نظر علما و فقهای اسلامی ما، توقف اجتهاد بر این علوم مقدماتی از باب تعبیر قشنگا از باب توقف ذیل مقدمه بر مقدمه است. آیزیشان تعبیر گرفتین؟ جایگاه این معدات به علوم مقدماتی نسبت به اجتهاد، بله، همانند جایگاه مقدمه است به ذیل مقدمه. خب ذیل مقدمه در بحث ما چیه؟ اجتهاده. از چه جایگاهی برخورداره؟ بسیار مهمه، چون گفته اگه این ملکه نباشد استنباطی در کار نیست. پس اگر اجتهاد که همون ملکه علت است برای استنباط حکم شرعی و از این جایگاه رفیعی برخورداره که در روایات ما داریم که اگر کسی بدون دانش و بدون ملکه اجتهاد فتوا بدهد، من افتى الناس بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که فتوای بدون دانش و آگاهی بده جایشو تو جهنم داره آماده میکنه. از این اهمیت برخورداره. این دانش هم گفتیم و این ملکم اکتسابیه. پس اون دانشی که باعث به وجود آمدن این ملکه می شود، ولی او هم از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. پس بنابراین اگر اجتهاد و ملکه که ذیل مقدمه است اهمیت دارد، این علومی که متوقف علیه هست که به عنوان مقدمه است، پس او هم از اهمیت بالایی برخورداره. اینجا یک نکته روشن شد دیگه. اگر میخوایم بدونیم مقدمات یک امری از اهمیت برخوردارن یا از اهمیت برخوردار نیستن، نگاه به ذیل مقدمه بکنید. اگر ذیل مقدمه مهم است، مقدمه هم
بفرمایید. مهم. البته این نکته اخلاقی، مثلا نماز رو میگیم معراج المؤمن است، میزان قبولی سایر اعمال برمیگردد به قبولی نماز. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. بله، اگر نماز به این اهمیتیه، پس مقدمات این نماز هم خیلی بفرمایید. لذا طهارتش باید طهارت درست باشه. آبی که باش وضو میگیری باید مباح باشه. دقت فرمودید. طهارت لباس و بدن باید رعایت بشه. چی باید رعایت بشه؟ اگر یکی از اینها نباشد، حسن مقدمه کاراییشو از دست میدهد. در ما نحن فیه، اگر استنباط به اجتهاد از اهمیت فوق العاده برخورداره، چرا؟ چون میخواد استنباط بکنید حکم شرعی یا و میخواد اعمال مردم که مقلدین هست صحیح انشاءالله واقع بشه، همه بر دوش کیه؟ این فقیه مستنبط حکم شرعی که و این ملکم به خود حاصل نمی شود مگر با طی کردن اون علوم و آموختن اون علوم. همونطور که زل مقدمه مهم است، پس مقدمه هم که این علوم باشد، این معدات باشه، از جایگاه بلندی برخوردار می باشد. من تعبیر یکی از علما رو عرض بکنم، مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه، در کتاب مبادئ الوصول الی علم الاصول، مبادئ الوصول الی علم الاصول، صفحه 241، درباره مقدمات اجتهاد می‌فرمایند که می‌فرماد فی شرائط الاجتهاد و ینظمها شیء واحد و هو ان یکون المکلف بحیث یمکنه الاستدلال بالدلائل الشرعیه علی الاحکام. می‌فرماید که همه شرایط اجتهاد را می شود در یک جمله و یک تعبیر کلی بیان کرد، و آن این که شخص مکلف طوری باشد، توانمندی داشته باشد که با دلایل شرعی بتواند احکام شرعی را استنباط و استدلال کند. بعد می‌فرماید که این توانمندی مجتهد و فقیه به استنباط حکم شرعی متوقف بر بفرماد علوم و دانش است. یعنی اگر اون علوم مقدماتی را دارا باشد، توانمندی بر استنباط حکم شرعی را داره. اما اگر فاقد اون علوم باشه یا نه اون علوم را به حد نیاز تحصیل نکرده باشه، که انشاءالله یک از مباحثی که بحث خواهیم کرد اینی که آیا این علوم مقدماتی رو هم به حد اجتهاد باید بیاموزه یا نه تحصیل اون علوم به حد اجتهاد لازم نیست. اون بحثی که انشاءالله خواهد اومد. غرض مرحوم علامه حلی میفرماد که تمام کار فقیه رو تو یک جمله میشود خلاصه کرد. و یک جمله چیه؟ توانمندی برای استنباط حکم شرعی. بعد میفرماد همین یک کلمه، یعنی قدرت بر استنباط حکم شرعی، متوقف بر چیه؟ اون علوم میشه. پس بنابراین
می شود از اهمیت و جایگاه اجتهاد و استنباط حکم شرعی، جایگاه این علوم رو هم ما به دست بیاریم. چون بین مقدمه و ذیل مقدمه چیه؟ ملازمه وجود داره، رابطه وجود داره. اگه ذیل مقدمه خیلی مهمه، کشف میکنیم که مقدماتش هم چیه؟ مهم. این نکته اول. نکته دومی که میخوام عرض بکنم آن است که بنا به نظر مشهور علمای امامیه، منابع احکام شرعی که 4 چیز است: کتاب، سنت، عقل و اجماع. اما برخی از علما میفرمایند که با دقت میتوانیم بگوییم منابع استنباط حکم شرعی 3 تاست: کتاب، سنت، عقل. چون اجماع به عقیده فقهای شیعه دلیل مستقل نیست، جنبه طریقیت داره، کاشفیت از سنت داره. پس اجماع در حقیقت همان بفرمایید سنت می باشد. خب عرض می شود که منابع احکام ما وقتی شده، این بزرگان میفرمایند مجتهد در آغاز باید اون تخصصهای لازم را پیدا بکند تا بتونه از این منابع حکم شرعی رو استنباط بکنه. درست شد؟ کأنه شما یک پزشک متخصص رو در نظر بگیرید، میخواد جراحی قلب انجام بده. غایت و هدف کار این متخصص چیه؟ جراحی قلب. اما آیا باید ملکه جراحی قلب رو داشته باشد یا نه؟ اون توانمندی رو میگه باید داشته باشه. اما قبل از اینکه به این توانمندی برسه باید دوره‌های مقدماتی و تخصصی رو گذرانده باشه. اگر اون دوره‌های مقدماتی رو نگذرانده باشه، هیچ وقت او را اجازه نمیدن برای اتاق عمل و بیماری رو به دست او بدن بگن جراحی قلب انجام بده. یه امر دوم هم اینه، میخواد بگه گرچه کار فقیه استنباط حکم شرعی است از روی منابع، میگه آقا از روی کتاب، سنت، عقل و حکم شرعی رو انجام بده. اما آیا هر عالمی این توانمندی را دارد یا ندارد؟ میگه نه. بله، شما طرف رو ببین 50 سال تو حوزه هست، این آیات فقهی رو در اختیارش بذار، بعد بگو حکم شرعی رو از این آیه جا کن، استنباط بکن. این نگاه میکنه، تلاوت میکنه آیه رو، اما توان استنباط حکم شرعی رو نداره. چرا؟ چون اون علوم مقدماتی در اختیارش نیست. میگه آقا این لله علی الناس حج البیت. بله، این رو به دست کسی که علوم مقدماتی رو نیاموخته باشه. میگه خب لله علی الناس حج البیت. گفت خب چی؟ از این چه حکم شرعی میتونید استفاده بکنید؟ اما اگه به دست فقیهی بدید که اون مقدمات اجتهاد رو خونده باشه، میگه من از این آیه وجوب حج رو استنباط میکنم. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا.
میگه من از این آیه وجوب حج استفاده میکنم، اما یه واجب مشروطه، یعنی وجوب حج مشروط به استطاعت. چرا اولی نتونست استنباط بکند؟ چون مقدمات استنباط دستش نبوده است. اما دومی نه، به راحتی صغرا کبرا تشکیل میده، از مسئله حکم شرعی رو استخراج میکنه. اینم نکته دوم. اما نکته سوم که خیلی مهم است، نکته دوم این است که سوال مطرح میکنیم: آیا نیازمندی منابع اجتهاد به علوم مقدماتی یکسان است یا یکسان نیست؟ علی السویه است یا علی السویه نیست؟ ببینید انشاءالله میرسیم. این تعداد علوم مقدماتی چند تاست؟ بله، معدات اجتهاد چند تاست؟ دانش‌های مقدماتی اجتهاد چند تاست؟ بعضی میگن 3 تاست. بله، بعضی ها بردن گفتن 9 تاست، بعضی ها بیشتر، بعضی ها کمتر، که انشاءالله تو مسئله میاییم. معدات اجتهاد یک امر معین و حصری نیست، استقرائیه. دقت بودید؟ ما میگیم هر دانشی که در حصول ملکه استنباط نقش داشته باشه میشود جزء معدات اجتهاد، ولی تعداد مشخص نمیداد. اما سوال اینه که شما گفتیم منبع استنباط 4 تاست دیگه، بله؟ آیا میشود علوم مقدماتی که به درد فهم کتاب و سنت میخوره بگیم همون علوم در منبع دیگر استنباط که عقل است هم باید باشه؟ میشه این حرف زد؟ نمیدون سوال جا انداختم یا نه؟ آیا هر دانش مقدماتی که در یک منبع از منابع احکام شرعی نقش دارد، آیا همون علوم مقدماتی باید در منبع دیگر هم باشد یا خیر؟ ببین گاهی اوقات دادم دقت نداشته باشه بگیم آقای فیاض معدات اجتهاد بشمار. معدات اجتهاد یعنی علومی که نقش دارد در فهم درست منابع احکام شرعیه برای استنباط حکم شرعی. میگه معدات اجتهاد 3 تاست، معدات اجتهاد 6 تاست، معدات اجتهاد 9 تاست. دقت کردید؟ بعد میگیم همه این معدات در همه این منابع نقش دارن علی السویه یا خیر؟ پاسخ ما این است که تمام معدات به نحو مساوی در منابع استنباط حکم شرعی نقش ندارند. یه مثال میزنم. یکی از علوم معده علم رجاله. بله، علم رجال، سند شناسی، یعنی شناخت راویان یک حدیث. این علم رجال به درد کی میخوره؟ بله، فقط در جایی که منبع استنباطات حکم شرعیتون سنت باشه، بله حتما باید شما از دانش رجال برخوردار باشید، به الا نمیتوانید از این روایت حکم. چرا؟ بگید چون اول سند روایت رو ثابت بکن برای ما حجته، بعد متن روایت رو ازش حکم ثبت الارض من باشا. اول روایت بودن روایت رو ثابت بکن، بعد در رابطه با دلالت این روایت بس کن.
پس نگاه کنید الان علم رجال، علم درایه در جایی که منبع شما سنت باشد جزء معده است. اما اگر منبع شما دلیل عقلی باشه چی؟ رجال چه نقشی داره؟ منبع شما کتاب باشه چی؟ چون سند کتاب برای ما چیه؟ قطعی الصدوره. پس علمی معد لمنبع ولم یکن معدا لمنبع آخر. روشن شد؟ پس بنابراین همه علوم معده نقش علی السویه در منابع استنباط شرعی ندارد. انشاءالله این مطلب مقدماتی هم روشن شد. نکته چهارم که میخوایم عرض بکنیم این است که در ضمن 3 مرحله علوم مقدماتی را نسبت به منابع استنباط حکم شرعی باید مورد بحث و بررسی قرار دهیم. آقای حمیدی با توجه به مطلب قبلی که این معدات نسبت به منابع علی السویه نیستن، یک علمی نسبت به منبعی معد هست، علوم مقدماتی هست، نسبت به منبع دیگر نیست. لذا ما باید به حسب منابع اون علوم مقدماتی رو چا کنیم؟ بررسی بکنیم در 3 مرحله. 1. علوم مقدماتی لازم برای استنباط حکم شرعی از کتاب و سنت. 2. علوم مقدماتی لازم برای استنباط حکم شرعی از اجماع و سیره متشرعه. 3. علوم مقدماتی لازم برای استنباط حکم شرعی از دلیل عقل و حکم عقلی. البته اگر کتاب و سنت را جداگانه بیاریم میشه 4 مرحله، ولی معمولا کتاب و سنت با هم هستن. خب بعد از اتمام این بحث آقای فیاض دیگه کاملا رو مشتش میاد، میگه علوم مقدماتی کتاب و سنت چند تاست؟ دیگه همه اون نقطه رو نمیاره. دقت فرمودید؟ اون علومی که نقش مستقیم در استنباط حکم شریعت کتاب و سنت. آقای زیشان وقتی ازش سوال بکنن که علوم مقدماتی لازم در استنباط حکم شرعی که منبعش عقل باشه، خب از کدوم علم استفاده میشه؟ صرف و نحو، ادبیات، بله یا نه علوم مرتبط با منبع عقلی غیر از علوم مرتبط با منبع چیه؟ کتاب و سنته. و همچنین اگر منبع ما برای استنباط حکم شرعی چی باشه؟ اجماع باشه، سیره باشه. اینجا هم از یک سری علوم مقدماتی میشه. البته این تذکر رو بدم بحث رو تمام کنید. تذکر: علوم مقدماتی را نسبت به منابع استنباط حکم شرعی به یک تعبیری میتوان به 2 قسم تقسیم کرد. الف، علوم مقدماتی مشترک.
شاید این تعبیر بله به ذائقه آیه بیان بیشتر خوشش بیاد. این تعبیری که الان داریم میکنیم علوم مقدماتی مشترک. یک سری معدات داریم بله تو هر 4 منبع که اگر میخوایم استنباط حکم شرعی کنیم حتما باید این علوم مقدماتی در مشت فقیه باشد. اینا میگیم معدات مشترکه. البته من اینو جایی ندیدم. دقیقاً این تقسیم به ذهن حقیر اومده. شاید گفتیم که راحت‌تر باشه تبیینش. معدات مشترکه. 2 یا به علوم مقدماتی اختصاصی. چنانچه عرض کردم علم رجال مختص به سنت، در سایر منابع کاربردی نداره. پس معدات الاجتهاد علی قسمین مشترکتون و مختصتون. ان شاء الله اگر خدا توفیق مرحمت بفرماید فردا وارد این بحث میشیم. علوم مقدماتی لازم برای استنباط حکم شرعی از کتاب و سنت. یعنی اگر فقیهی بخواد از طریق کتاب و سنت استنباط حکم شرعی کنه چه علوم مقدماتی رو از قبل باید تحصیل کند که این استنباطش استنباط شرعی باشه، حجت باشه، فردای قیامت حجت شرعی داشته باشه، ولو این اجتهاد به استنباطش به خطا رفته باشه معذوره. بله همون که ما میگیم للمصیب اجران و للمخطئ اجران واحد. این در صورتی که این اجتهاد به استنباطش استنباط شرعی باشه. و کی استنباط شرعی؟ که اون علوم مقدماتی را تحصیل کرده باشه. و الا اگر اون دانش‌های مقدماتی رو تحصیل نکرده باشد این اجتهادش اجتهاد شرعی نیست. و اگر اجتهاد شرعی نباشد مشمول همون حدیث میشه که اول بحث گفتیم من افتى الناس بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال این توفیق رو مرحمت بکند بتوانیم علوم آل محمد صلوات الله و سلام علیه را به خوبی تحصیل کنیم. بفرمایید. بله اون مباحث قبلا اشاره شد که اجتهاد در زمان پیامبر، اجتهاد در زمان ائمه و صحابه و اجتهاد در اصل غیبت. مثلا استفاده و اینا تازه مسائلشون مثلا مبدول به مطابقه بوده. مثلا این مورد مثلا خب روایت بدن بود مسائل می آوردن دیگه اینجا به استدلال مثلا به ملازمات عملی و این مثلا نه فتوی نمیدادن ما مستقیم روایت رو می آوردن. بله خدمت شما عرض کنم که اجتهاد این تاریخچه اجتهادی که فرمودید خدمتتون مراحل مختلفی عرض کردیم داشتیم. مثلا در رابطه با حضرت رسول دیگه اجتهاد مصطلحی که الان ما میگیم معنا نداره همچون حضرات ائمه معصومین. اما اجتهاد در میان صحابه و اجتهاد در میان تابعین بله هر که از اصل معصوم انسان دور میشه این بحث اجتهاد هم سختی خودشو پیدا میکنه. این مسائلی که الان ما بحث میکنیم معدات اجتهاد علوم مقدمی مربوط به اجتهاد در اصل چیه؟ غیبت میباشه که دست ما از معصوم سلام الله علیه کوتاه هست که انشاءالله ظهورش نزدیک بشه. ما هستیم و امری به نام استنباط حکم شرعی چگونه این احکام شرعی رو به دست بیاریم. این مباحثی که الان ما داریم بحث میکنیم همه مربوط میشه به معدات الاجتهاد فی عصر غیبه انشاءالله.
خب انشاءالله آرزوی صحت و سلامتی داریم برای همه عزیزان. از فردا انشاءالله آستین ها بالا، کمربندها محکم، وارد بحث بشیم. علوم مقدماتی برای استنباط حکم شرعی، جایی که منبعش قرآن و سنت باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.